سلام رفقا، چطورید؟ امروز اومدم دو نکته خیلی مهم رو بهتون یاد بدم. اولین نکته اینه که اکانت پلاتوی خود رو چجوری ثبت کنید روی جیمیل. دوم این که چجوری در تورنمنت های پلاتو شرکت کنید. خب همانطور که مشاهده میکنید وارد برنامه پلاتو میشیم. بالای صفحه عکس پروفایل کلیک میکنیم. صفحه که باز شد دوباره بالای صفحه تنظیمات رو میزنیم و گزینه هایی که برای ما میاد روی حساب کلیک میکنیم. نوشته ثبت نام حساب با اکانت موجود وارد شوید، خروج از کلیه دستگاه ها، حذف حساب کاربری. خب ثبت نام حساب برای کسانی هست که هنوز هیچ اکانتی نساختن، یعنی تازه پلاتو رو نصب کردن و پلاتوشون روی جیمیل ثبت نیست. وارد این گزینه میشن، از قبل یه جیمیل میسازن یا یه ایمیل میسازن، بعد اون جیمیلی رو که ساختین اینجا وارد میکنین. نوشته چی؟ نوشته با ایمیل ثبت نام کنین، حالا یا جیمیل یا ایمیل. اینجا وارد میکنین. وقتی وارد کردین یک کد براتون ارسال میشه. کدو که ارسال کرد کپیش میکنین، میاین اینجا وارد میکنین. نوشته کد ثبت نام را وارد کنید. اینجا کد ثبت نام رو که وارد کنید، دکمه ارسال رو که بزنید، اکانت شما روی جیمیل ثبت میشه. حالا از کجا بفهمیم که ثبت شده؟ از اینجایی که یه ستاره آبی به آیتم های شما اضافه میشه. این یعنی نشونه این که جیمیل شما ثبت شده. خب برمیگردیم. حالا نوشته با اکانت موجود وارد شوید. این برای چه زمانی خوبه؟ برای زمانی که شما مثلا پلاتوتون رو پاک کردین یا گوشیتون رو عوض کردین، حالا یا خدای نکرده یه اتفاقی افتاده، تازه پلاتو رو نصب میکنید. وقتی تازه پلاتو رو نصب میکنید دیگه احتیاج نیست ثبت نام کنید، چون شما از قبل ثبت نام کردید. پس وارد اینجا میشیم، با اکانت موجود وارد شوید. جیمیلی که قبلا ثبت نام کردید رو وارد میکنید. باز کد براتون میاد. کدو که اومد وارد کدها میکنید، ارسال رو میزنید، برمیگردید به همون اکانت قبلیتون. اینم از این. خروج از کلیه دستگاه ها. یه زمانی اتفاق میفته که مثلا شما نیستین، میخواین اکانتتون رو بدین دست کسی، یا مثلا اکانتتون رو میدین دست دوستتون براتون تورنمنت بره. بعد از اینکه تورنمنتش تموم شد و کارش رو انجام داد، میخواین که خارج بشه از اکانتتون، ولی مطمئن بشید که خارج شده. یعنی اونشون میاد به شما میگه من خارج شدم، ولی شما مطمئن نیستید. خب اینجا خروج از کلیه دستگاه ها رو داریم. یعنی شما میتونید هم خروج از کلیه دستگاه ها رو بزنید کامل، هر چی که اکانت شما رو هر دستگاهی که باشه بیرون میاد، حتی روی دستگاه خودتون، یا اینکه اسم موبایل طرف رو میزنه و شما میتونید با یک تک کلید اونو از اکانت پرت کنید بیرون. حذف حساب کاربری هم که مشخصه، میزنید روش و حساب کاربرتون بعد از 10 روز بدون استفاده حذف میشه. خب حالا بریم برای توضیحات تورنمنت. کسانی که میخوان به تورنمنت برن میان بیرون، روی صفحه اصلی نوشته اخبار، میزنیم روی اخبار. حتما اینجا باید فیلتر شکنتون روشن باشه، چون بدون فیلتر شکن وارد نمیشه. این اخبار که باز شد، نیوز داریم، نیوز کانکت داریم، خبرهایی که خود پلاتو انتشار میکنه، آیتم های هفتگی که میاد، اخبارشو اینجا برای ما اعلام میکنه. بعد یه گزینه داریم که اینجا میبینید نوشته تورنمنت، حتی تایم روز چند روز دیگه یا مونده رو نوشته. الان زده 1 دی لفت، یعنی 1 روز دیگه مونده. پایینش هم که گزینه رنک که براتون توضیح دادم، گزینه رنک هم اینجا زده که 71 روز دیگه مونده تا رنک. حالا بعد دیگه بهتون میگم که چجوری رنک رو بگیرید و بتونید رنکتون رو بالا ببرید. الان کار به تورنمنت داریم. پس اینجا گزینه تورنمنت کلیک میکنیم و تورنمنت های این هفته باز میشن. خب حالا چجوری در تورنمنت شرکت کنیم؟ پیوستن رو میزنید، مشاهده میکنید نوشته 5 تا سکه پایین آبیه، نوشته 5 تا سکه باید بدید تا بتونید در تورنمنت شرکت. حتما باید سکه رو داشته باشید. اگه سکه‌تون 0 باشه نمیتونید تو تورنمنت شرکت کنید. خب وقتی 5 تا سکه رو دادید، داخل تورنمنت شرکت میکنید. حالا تنظیمات بازی چیه؟ قشنگ نوشته ناک آوت 4 بازی کن، یعنی بازی 4 نفره است. بعد نوشته دیس تو پلی مینی گلف، یعنی 4 تا آدم داخل بازی هستن ولی 2 به 2، یعنی 2 تا بازی 2 نفره. اوکی. 5 تا سکه میدید وارد میشید. بعد که شما
تو این تورنمنت اول شدید این جایزه رو هم بهتون میده. یعنی شکل جایزش هم اینجا کشیده که چی بهتون میده. حالا یه خورده نت ضعیف بله اینم جایزه بازیه. هر بازی هم برای خودش جایزه خاصی داره. مثلا الان بیلیارد داریم، ببینید بیلیارد هم دوباره 5 تا سکه میدید و جایزهش چوب بیلیارده. اینجا خیلی راحت میتونین از تورنمنت ها استفاده کنید. چرا؟ چون ورودش، مثلا الان یه چیزی رو من بهتون نشون میدم که خودتون ببینید. اینجا تور دیسکو داریم، اگه دقت کنید میزنیم روش، نوشته چقدر؟ نوشته 5 تا سکه بدید تو بتونید بازی کنید. درسته؟ جایزش چیه؟ جایزش این تمچته. جایزش این تمچته، درست؟ یعنی شما اگر تو این بازی اول بشید با 5 تا دونه سکه، یعنی 5 تا دادین، این تمچت رو گرفتید. درست؟ حالا ما برمیگردیم همین تمچت داخل فروشگاه شاپش هم گذاشته. میخوایم ببینیم قیمت همین تمچت چقدره. مشاهده کنید الان من چون خریدمش قیمتش نزده، ولی میدونم که 1000 سکه قیمت اینه. یعنی شما اینجا باید 1000 سکه بدید بخریدش، ولی اونجا با 5 تا سکه میتونید بگیرید. اینم از توضیحات امروزمون. 2 تا نکته خیلی مهم بود که بهتون گفتم. امیدوارم که استفاده کنین ازش. اگرم خوشتون اومد حمایت کنید، سابسکرایب یادتون نره، زنگوله بالا رو بزنید که من هرچی فیلم جدید میذارم برای شما بیاد و شما زودی ببینید. چون من خیلی فیلمای کاربردی میخوام براتون بذارم، حتی از طریقه بازی کردن، طریقه استفاده از چیت، خلاصه خیلی کارا داریم با هم. پس حتما حمایت کنید تا منم دل به کار بدم. خوشحال شدم. با اجازه.